کارمندان اداره زراعت و مالداری کندوز به هدف زنده ماندن پرندگان در سرما در دشت‌های این ولایت به پرندگان دانه و آذوقه مانده‌اند. مسئولان در اداره زراعت کندوز پرندگان را در نظام طبیعت و زیبایی این کشور ارزنده دانسته از شهروندان می‌خواهد تا در زنده ماندن پرندگان در سرمای زمستان تلاش نمایند. نظر به هدایت مقام محترم ولایت و به اساس سعی تلاش رئیس وزارت تیم کاری در مدت 2 روز میشه در دشت آبدان به خاطر زنده ماندن حیات وحش و زنده ماندن پرنده ها دانه ها برای ازیا به جاهای مناسب به جایی که هجوم بردن در اونجا جای تنظیم کرده و برای ازیا دانه انداختن تا که از دوای سرد زنده بمانند. همچنان ریاست زراعت در چند روز در ولسوالی قلعه‌زال، در ولسوالی کلبات و همکاری دفتر اکتید خوراک حیوانی برای مالدارا توزیع داره، کات توزیع دارن، ادویه برای مواشی توزیع دارن. پیام ما برای شکارچی است که شکار از طرف وزارت زراعت، از طرف ریاست زراعت بالکل بند هستند تا ما و شما بتانیم که در پرندگان در سرمای زمستان در برف ها خب کمک چیای خدا بکنیم که او از این مستفید شوند، نه اینکه شکار بکنیم باز هم از بین ببریم. باید شکار بالکل بند باشند. در همین حال باشندگان کندوز پرندگان را باعث زیبایی طبیعت در کشور دانسته از شکارچیان خواستار جلوگیری از شکار پرندگان هستند. از رئیس زراعت ما تشکر میکنیم که پرنده ها را خر میندازد. دیگه مردم باید پرنده ها را نزنند. پرنده ها زیبایی وطن هستند. دیگه خواهش ما از مردم همی است که پرنده ها را نزنند. این در حال است که ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندوز در همکاری با مؤسسات در روزهای پسین برای دهها مالدار در مرکز و ولسوالی های این ولایت علوفه حیوانی توزیع نموده است.